سلام، چطوری رفقا؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب محمد رضا میری. امروز اومدم یه چالش خفن بگیرم با شاگردم حسین یوسفی. حسین از بچگی منو تو چالش‌ها و این داستانا و تیر دروازه و کلا منو میبرده. حریف سرسخت منه. ولی چون بچه بوده من نمیخواستم دلش بشکنه و اینا، گذاشتم سنش برسه بزرگ بشه، الان اومدم دلشو بشکنم. بابا حرف زدن بلد نیستی. اومدیم یه چند تا چالش خفن بگیریم دیگه، ببینیم چی میشه. حسین حرفی چیزی نداری؟ دوباره مثل همیشه میوازه دیگه، چیزی که معلومه دیگه. الان میریم باسن تو پاره میکنم. بی تربیت. چالش چی بزنیم؟ من انتخاب کنم یا تو؟ من. چرا تو انتخاب کنی؟ چرا تو انتخاب کنی؟ من مربیتم. باش، من همیشه برنده بودم، من انتخاب میکنم. میخوای روپایی بزنیم هر کی زودتر توپش افتاد انتخاب کنه؟ بزنیم. Ready. Fight. توپ خوبه رو برداشتی باز. خب آقای ادیتور، اینجا اگه تعداد روپایی زیاد شد یه البته 10 تا بیشتر نمیزنه. استیکال پلشت چی میگی تو بابا؟ سرعت ویدیو رو ببر بالا، بذار مردم حوصله‌شون سر نره. بریم. من اینکه توپ تو بزنی به توپ من، اینا توپم نمیافته. انتخاب کن. قبل از اینکه بریم واسه چالش اول رفقا، لایک و سابسکرایب و کامنت و از این داستانا فراموش نشه، واسه رفیقاتون بفرستید. حتما حمایت کنید، بیشتر واسهتون ویدیو فان و چالشی بسازیم من و حسین. کامنت تو این داستانا هم یادتون نره. چالش اول اینجوریه که من و حسین رو هوا بازی میکنیم. وقتی توپ دست منه، حسین اسم یه عضو از بدن رو میگه به من که من با اون عضو به حسین پاس بدم، حالا هر جایی که دوست داره. هر کدوممون بیشتر خراب کنه تا 5 بار فرصت داریم، هر کدوممون 5 بار خراب کنه بازی رو باخته. اوکی حسین؟ بریم. با بغل پا. با بغل پا. آره. با سر. ای بیا این یه بارش. حسین باخت میدی، من خیلی کنترل توپم بالا. خودت شروع کن. با سینه. خب یک این الان واسه گرم کردن، الان اوکیش میکنیم. الان میشه. خب من نمیخواستم کسی بفهمه، اینجوری ریا شد که. بریم دوباره با سر. با زانو. بگو آمیدی. بگو دیگه. با بیرون پا. جفتو. نه کجا جفتو؟ جفتو شدیم دیگه. 2-1 من. بگو. با بیرون پا دوباره. اصلا هم داور نیده. اگر این آقا تخلف کنه، این آقا رو 2 هفته اول، بعدن 1 ماه، بعدن 6 ماه اینو مجازات میکنن. این داور نیده. با بگو. سینه. بگو. با پشت سر. آها چجوری با پشت سر؟ دیدی؟ با پشت سر. ای خدا. بیا 3-1. ولی خیلی سخت میگی تو، قبول نی. دیدی که به منم گفتی با پشت سر زدم. پشت سر من کجا؟ پشت سر تو کجا؟ تو به من بگی با باسنم بزن، با باسنم من میزنم. خب بزن. مثلا انتخاب کنه. بریم. با شونه. عمرا نتونی. با شونه. با شونه بزن. اینقدر راحت 2 ساعت تو بزنیم. بیا 4-1. انگار این چالش با من یار نیستش. برو. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. بگو. بیرون پا. با پشت پا. تموم. برنده این چالش اول بود. ببین تا کل چالش ها رو به این باخت میدی.
معلوم میشه. بریم واسه سراغ. آیتم دوم چیکار کنیم؟ به نظر من تیر بزنیم تا ببینیم که آیتم رو مشخص کنه. بزنیم. نظرته؟ آره. یه دونه آیتم من بردم. توپمون جام جهانی به درد نخورد بگی شانس هم یار نبود این سری. حسین دوست داشتی اینجا بلایند دیت باشه؟ واسه گلر بیا پشت دروازه میخوایم شوت بزنیم. این کج و کله همه رو میزنه تو دک دیوار. رو گیر آورده به زبان گیر آورده. Brother, what's that? What's that, brother? توف تو شرفت. من همینم مثل همیشه. بزن. نه دیگه فایده نداره دیگه، باید تو انتخاب کنی. اگه من نخورد تو تیر درسته؟ آره دیگه. بزن نمیخوره دیگه. انتخاب کن. اینو من همینجوری گفتم بذار آیتم انتخاب کنی. شاید یه آیتم بردی. بله بله. بریم انتخاب کن ببینیم چی انتخاب کنیم. شوت با توپ شانسی چطوره؟ اوکی. بریم. خب توی این چالش آقا طاها رو داریم که دروازه‌بانمونه. چون دروازه خالی نمیتونستیم بزنیم مجبور بودیم از این دروازه‌بان استفاده کنیم. نفری 5 تا شوت میزنیم. خب ولی ممکنه توی این 5 تا شوت با این توپ بادیه بهت بیفته یا با توپ عادی فوتبال بهت بیفته بتونی شوت بزنی. میشوریم دیگه، هر کی تعداد بیشتر گل بزنه اون برنده است. توپا هم شانسی انتخاب میشه. واسه چشاتو ببند. بستم. تو از اون بچگی جرزم بودی. نه بابا. آره. بچه ساده ای. آقا تا شروع کن. جابجا کن جای توپا رو اگه دوست داری. اگه دوست نداری جابجا نکن. تا بگو کدوم برگذاشتی ها. نه دیگه. اوکیه. انتخاب کن. چپ. بریم. با این نمیرم پشت جواب محمد بزن آخه. دیگه. بدو. حالتو میگیرم. انتخاب کنم. انتخاب کن. کل بچگیمو حسین با این توپا تمرین می‌کردم. بزن معلوم میشه. کل بچگیمو. سجافو نگاه کن تار عنکبوتی الان میزنم. معلوم میشه خیلی نگاه کن. عنکبوتی میشه. الان میتونی انتخاب کنی. من به تو نگفتم بذارش این بر. این توپ من میشه شوت زد ولی باش گل میزنم. ببین کی بهت گفتم. واه آفرین. انتخاب کن. من بهت گفتم میذاشتیش همون بر. این گلو میزنم واسه شما که لذت ببرید. خیلی لذت بردن. انتخاب کن. چپ. جان. آخه چجوری؟ انتخاب کن. سجاف. 3 بار. انتخاب کنم. انتخاب کن. راست. آقا انتخاب کن. آبلوه دیگه. گلر ما نمیخوره که این توپا رو پسر خوب. حسین جان انتخاب کن. راست. بله بفرما. و کجا باید بیرون رو محوطه بزنی؟ کجا زدم توپا؟ بیتا من یه دونه رو بزنم آوریکسرت هم نره. بیا. خوبه باز آبروت خریدی با این یه دونه توپ. آره از اول باید همه رو همینجوری رو پا محکم میزدم نتونه تکون بخوره. نه آقا یک مساوی تو آیتما. تا بیاد دراب بزنه تو بره بالا مثل نیمارشون. ببینیم کی میتونه توپو کنترل کنه زمین نخوره. اوکی متوجه شدی؟ بله. بزن. خیلی نرم براش داری میزنی. آقا این کنترل شد. عمران اینا کن. نکن. هر چیز دوست داری بزن به حرف.
این خدای خیلی نرم داره براش میزن. عمرن این نمیتونه. تموم. کنترل. بریم. وای بزن. میدونی من ضربه زدنم خراب. تا اینو نتونی کنترل کنی تمومه. خب بیا اوکی. جانم تا نمیشه. واه به توانی در این. خیلی کج کل میزنی. بزن این بالا سر. یا نمیتونه. کنترل کردی دیگه. ما این ضربه که تازه من گرم نشده بودم ها. بالاخره تیرم زد. باختی آسه. ببینم چالشه دیگه هم خیلی روز خوبی بوده امروز. خیلی خوش گذشت. آقا حمایت فراموش نشه. دمتون گرم. سعی می‌کنیم ویدیومون این به بعد جذاب‌تر باشه. جای اینکه برید این بلایند دیتا و نمیدونم این چرت و پرتا رو نگاه کنی، چالشای به این خفنی داریم میزنیم. حمایت کنید. دمتون گرم.